أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب سارفی میر 10 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 11 را از این کتاب سارفی میر به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که در اجوفی واوی فصلون در اجوفی واوی گفته از اینجا درس ما و شما شروع می شود. پیش از اون که اینها را بخوانم، این فصل را بخوانم، اولا میخواهم درس های گذشته در یادتان باشد که گفتیم کلمه از دیدگاه حرف هایش 7 تقسیم میشد. قسم های 7 گانه: صحیح و مثال و اجوف و ناقص و لفیف و مضاعف و اجوف مقرون و مفروق و 7 نمود میشد. پس این 7 نمود را ما در کتاب بیدان خواندیم و در 22 باب صرفی همچنین تکرارا خواندیم و در خود همین کتاب سارفی میر هم همچنین خواندیم. و درس گذشته ما و شما مثال را با آخر رسانیدیم که مثال 2 نمود میشد. مثال واوی از 5 باب می آمد، مثال یایی از 3 باب می آمد. اینها را با تفصیل تا درس گذشته درس 10 با آخر رسانیدیم. اکنون درس 11 ما و شما از اجوف شروع می شود. اجوف همچنین یکی از قسم های 7 گانه است. ببینید اجوف. پس اجوف همچنین به 2 قسم تقسیم می شود. اجوف به مثل مثال به 2 قسم تقسیم می شود. یکمش اجوفی واوی، دویمش اجوفی یایی. اجوفی واوی یکم قسم و دویم قسم اجوفی یایی. اجوفی واوی از 2 باب آمده است و خلاص. دقت دادید؟ اجوفی واوی از 2 باب آمدگی است. اجوفی یایی همچنین از 2 باب آمده است و خلاص. یعنی که اجوفی واوی هم از 2 باب آمده است، اجوفی یایی هم از 2 باب آمده است و خلاص. اکنون اجوف ما و شما میدونیم یعنی چی. اجوف مثلا قال، ببینید قال اجوف است، اما این اجوفی چی است؟ واوی است. چرا؟ زیرا اینکه اصلی قال چی بود؟ اصلش قوله بود. ببینید قوله در بین حرفی واو که هست، از این حساب ایرا میگوین اجوفی واوی. اجوفی واوی میگوین این را. و این واو را قلب الف کردیم که در این درس و درس های گذشته هم در بارش کمی صحبت داشتیم، قاعده معینی را گفته بودیم و باز انشاءالله در این درس اون قاعده را با تفصیل بیان خواهیم کرد. دقت بتید اکنون اجوفی واوی را چی میگوید؟ میگوید فصل. در اجوفی واوی از باب فعل یفعل القول. دقت دادید؟ فعل یفعل باب چند است؟ باب یکم، باب نصر ینصر. اکنون معلوم شد که اجوفی واوی از 2 باب آمدگی است. یکمش باب 1 است. یکمش باب چند است؟ باب یکم. اکنون میگه که مانند القول یعنی گفتن، سخن کردن. ماضی معلومش میشود قالو. این همش در اصل قولو بود. به مثل چی؟ به مثل دقت بتید ناصر.
نصره، زیرا که اسباب نصره اسباب یکم است. این قاله در اصل چی بود؟ قوله. و مثلی ببینید حرکت ها را ببینید. نصره اصل قوله بود. قوله، قولا، قولو، قولت، قولتا، قولنا، قولت، قولتم و قولتم، قولتی، قولتم و قولتن، قولتو، قولنا. انا همین طور در دفتراتون اولا بنویسید، بگیرید. کسانی که میخواهید دقت بدهید این قاعده را، پس نوشته 14 صیغه فعل ماضیش را اصلش را نوشته بگیرید. اکنون دقت بدهید در همین 14 صیغه چیکار میکنیم؟ در همین 14 صیغه قاعده ای که پیشتر گفتگی بدیم که واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف میکنند. این واو را الف میکنند، پس میشود که قالا. ببینید قالا. پس این الف اصلش واو هست، پس شد قالا. پس 14 صیغهش میشود که قال، قالا، قالو، قالت، قالتا. تو انا میجره انا همین طور با الف گفته میشود. اکنون در صیغه بعد از این آمدیم صیغه جمع مؤنث زنها ده، جمع مؤنث زنهای غایب ده، میگوییم که قلنا. دقت دادید اصل چی بود؟ به مثل دقت بدید نصر، نصرنا، نصرنا یعنی کمک کردن ویها زنها. پس ما بگوییم که گفتن ویها زنها. پس چی میگوییم؟ اصل به مثل این اصلش ده میگوییم که قول نه، قول. دقت بدید قول، قول نه. اصل باید قولنا بگوییم، اما ما قولنا نمیگیم، ما میگیم که قلنا. چرا؟ دقت بدید که این مسئله بسیار نازکی از ما و شما طلب میکند. قاعده هایی هست که باید اینها را بدانیم تا اینکه بفهمیم چرا قلنا شد و قلنا نشد. اولین کاری که ما میکنیم این واو را چطوره که در اینجا گفتیم واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف میکنیم. قلب به الف کردیم چی میشود؟ میشود که قالنا. دقت دادید؟ قالنا میشود قالنا. قالنا که شد در اینجا التقای ساکنین به وجود می آید. این یک تا، این دو تا، دو حرف ساکندار. پس ما نگاه میکنیم که اینجا التقای ساکنین علی حدهی نیست، علی غیر حدهی است. همون سه شرطی که برای علی حدهی بود همون را دقت بدید. یکم نگاه میکنیم که در یک کلمه هست، یا اولا نگاه میکنیم حرف ساکن اول حرف مد هست، پس از اون سه شرطی علی حدهیتش بوده است. دوم نگاه میکنیم بعد این حرفی که هست مدغم نیست، حرف شددار نیست، پس دوم شرطی التقاء ساکنین علی حدی در اینجا نبوده است. از این حساب در اینجا التقاء ساکنین جایز نیست، درست نیست. پس چیکارش میکنیم؟ پس ما باید الف رو از بین ببریم، بگوییم که الف از بین که بردیم به این طریق میشود. دقت بدید این قاف ببینید فتحه است، فتحه، این لام ساکن است، این نون فتحه دارد، پس میشود قلنا. اما ما قلنا نگفتیم، ما گفتیم قلنا. چرا قلناش گفتیم؟ پس میگویند که عرب میگوید که وقتی که این فتحه باشد ما از کجا بدانیم که واو حذف شدگی است؟ به خاطر این واو محذوفه، این الفی که به التقاء ساکنین حذف شد این در اصل واو بود. پس ما ایرا میگد دمه میتیم تا اینکه دلالت بکند به واو محذوفه، به واو محذوفه میگد دلالت بکند. گفتم ما پس قاف رو دمه میدهیم. دقت دادید؟ پس چی میگفته عرب؟ عرب میگفته که قلنا. دقت دادید؟ پس قلنا میشود. پس میگیم که قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا تا 5 تاش رو با الف میگوییم.
وقتی در ششم صیغه‌اش میرسه میگیم قلنا. این قلنا را ببینید ما چند کار کردیم. اصل قول نبود، این واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم، التقای ساکنه شد، واو رو حذف کردیم قل نشد و قاف رو دمه دادیم به خاطر دلالت کند به این واو محذوفه، پس شد قلنا. دقت دادید؟ پس دیگه تا آخر همین کارا میکنید. قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. پس دیگه تا آخر انا همین قاعده را همین طور استفاده برید. قاف رو برای چی دمه دادیم تا با آخر دیگر؟ به خاطر دلالت کند به واو محذوفه، به واوی را که ما حذفش کردیم، از بین بردیمش. اکنون میخونیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که در اجوف واوی از باب فعل یفعلو القول گفتن ماضی معلوم قال قالا قالو تا آخرش هم میگه بگو. پس قال قالا قالو سه تاش رو گفت، قالت قالتا قلنا سه تا دیگه غایب رو گفتیم، قلتا قلتما قلتم سه مخاطب مذکر، قلتی قلتما قلتن سه مخاطبه مؤنث، قلتو قلنا دو تا متکلم. دقت داده چطور گفته می شود؟ پس این هست کار کردن قاله اجوفی واوی. میگه قاله در اصل قوله بود. چطور گفتیم؟ قاله در اصل قوله بود. چیکارش کردیم؟ واو متحرک ما قبل اون مفتوح واو رو به الف بدل کردن. واو متحرک پیش از خودش فتحه دار، پس واو رو به الف بدل کردن، قلب به الفش کردن. دیدید؟ شد قاله. قوله شد قاله. قاله شد میگوید، چطوری که بیان کردیم. همچنین تا قالتا یعنی تا پنجم شه، قاله قالا قالو قالت قالتا، پنج تا در همین طور الف آمد. میگد واو رو قلب به الف کردیم، پنج تا را بیان کرد، خلاص کرد اینجا را. پس در این میگذرد. دقت بتید. میگوید که و قلنا، این را میگوید قلنا در اصل قولنا. ببینید قلنا در اصل قولنا بود. واو الف شد. این واو الف شد. دیدید؟ واو الف شد، با التقای ساکنن بی افتاد. التقای ساکنن که شد واو افتید. دیدید؟ واو نیست دیگر، واو افتید و قلنا شد. قلنا شد دیگر در اینجا صاحب کتاب بیان نکرده است یا گفته است که و قلنا شد فتحه قاف را به ضمه بدل کردند. این فتحه قاف را به ضمه بدل کردند. دیدید؟ فتحه قاف را ضمه کردیم، به ضمه بدل کردند تا دلالت کند که عین فعل که افتاده است واو بود نه یا. این رو میگوید ما ضمه کردیم این قاف را تا اینکه دلالت کند که عین فعل حرفی که محذوف است، حرفی که حذف شدگی است، واو بود و یا نبود. اگر یا که باشد پس در اجوفی یایی انشاءالله میخونیم که چی کارش میکنیم. اجوفی واوی ده، پس ما همین کارا کردیم. دقت دادید به چی سبب بوده است. اکنون فعل ماضی به همین به آخر رسید. فعل ماضی را 14 صیغه‌اش رو همین کارا میکنید. پس قلتا را میگه در اصل قولتا بود، قلتا را میگه قولتا بود، قلتا قلتما را میگه قولتما بود، قلتم را میگه قولتم بود تا به آخر. چطوری که در اول گفتم که نوشته بگیرید. پس انا همین اعلال ها را براش بکنید، انا همین طور تا آخر. پس میشود قلنا قلتا قلتما قلتم، قلتی قلتما قلتن، قلتو قلنا. قلتو یعنی من گفتم، قلنا ما گفتیم. پس فعل ماضی به آخر رسید. اکنون بگذاریم در فعل مستقبل معلوم یعنی فعل مضارع. در فعل مضارع چیکارش میکنیم؟ در فعل مضارع میگه یقول و یقولان یقولون، میگه تا آخر بگو. پس دقت بتید برادران، در فعل مضارع ما چیکارش کردیم. در فعل مضارع میگوید که یقول، دقت بتید، یقول
یقولو، یقولو این اصل نمی باشد. اصل نصره فعل مضارعش چی می شود؟ ینصرو. دقت بتید، ینصرو، ینصرو. پس یقولو نیو باید اصل چی شود؟ یقولو، یقولو. دقت دادید؟ یقولو از اصل، زیرا که از باب نصره ینصرو است. پیش از ما قبل آخر باید دمه باشد، بعد حرف مضارعت باید ساکن باشد. یقولو، ینصرو. اما ما یقولو نمیگوییم، یقولو میگوییم. چرا؟ به خاطر چی؟ قاعده را نوشته بگیرید. به خاطر آنه که واو حرف علت است، حرکت برای حرف علت ثقیل است، وزمین است. پس واو میگوید که من حرف علت را، حرف علت که هستم، حرکت بار وزمین است، برداشته نمیتوانم. به مثلا گفتم که واو حرف علت است، یعنی حرف کسلی است. امروز مثلا یک کسلی را دیدید در دستش یک ظرف وزمین هست، آیا شما رفته یاردمش نمیکنید؟ حتما یاردمش میکنید. یا یک موی سفید را دیدید یا یک کمپیر را دیدید، رفته یاردمش میکنید. چرا؟ زیرا که موی سفید، کمپیر یا اون بیماری ضعیف است، بیمار است، ناتوان است و یاردمش میکنید. پس انا همین طور حرف قاف حرف صحیح بردم است، بقوت است. حرف واو حرف کسلی است، ضعیف است. پس واو میگوید که من برداشته نمیتوانم حرکت را، بیا حرکت مرا به قاف بدهیم. دقت دادید؟ پس حرکت واو را میگیرن در حرف قاف میتین، واو ساکن میشود، پس میشود یقولو. اصل یقولو بود، این دمه واو را در قاف دادیم. دیدید؟ اصلا قاف ساکن است، لیکن ما دمه را در ما قبلش دادیم، شد یقولو. این را قاعده را نوشته بگیرید. پس 14 صیغه‌اش می شود که یقولو، یقولانی، یقولون. یا اول اصل بیا نوشته بگیرید. اولا بگویید که اصل یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، یقولن، تقولو، تقولانی، تقولون، تقولین، تقولانی، تقولن، اقولو، نقولو. دیدید؟ پس این را انا همین طور 14 صیغه‌اش رو نوشته، اصلش رو در دفترتون بگیرید. پس ببینید که همه‌اش در واو، همین 14 صیغه رو وقتی که نوشتید ببینید همه‌اش واو حرکت دمه دارد. پس انا همین قاعده حاضر گفتیم که بیمار است و ضعیف است حرف علت و پیشش که حرف صحیح است، حرکت در مقابل دادیم، پس شد یقولو، یقولو شد. پس 14 صیغه‌اش رو باز بگویید که یا بنویسید در دفتراتون که یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، یقولن. انا اینجا در یک کم در کار میکنیم. اینجا در چیکار کردیم؟ یقولن به مثل ینصرن، یعنی نصرت میدهن ویها زنها. این طور است، دقت بتید. ینصرن یعنی کمک میکنن، نصرت میدهن ویها زنها. پس یقولو را ما میاریم، باید بگوییم در اصلش باید بگوییم که یقول، یقول نه. ببینید حرکت های را ببینید، ین ول سر نه. دیدید؟ ینصرن، یقولن. چیکارش کردیم؟ همون پیشتر گفتیم واو حرف علت، حرکت به واو وزمین، حرکت واو رو در قاف دادیم. چطوری که اینجا گفتیم در قاف دادیم، پس شد چی؟ یقو. ببینید یقو. اینجا در چیکار کردیم؟ وقتی که حرکت واو را بر قاف کی دادیم،
پس شد التقاء ساکنین. دقت دادید؟ التقاء ساکنین شد، زیرا که واو حرکت در ما قبل دادیم، حرف قاف دادیم. شد یقولن، یقولن، التقاء ساکنین شد. وقتی که التقاء ساکنین شد دیدیم که علی غیر حدیه است، یعنی علی حدیه میشد به حال خودش می ایستاد، اما این علی غیر حدیه است. پس چیکارش کردیم؟ پس دیدیم که واو ما قبل خود دمه دارد، دلالت میکند برای واو محذوفه. واو را از بین بردیم، واو را از بین بردیم. پس شد که یقول، یقول نه. دیدید؟ یقول نه. این واو دلالت میکند به واو، این دمه دلالت میکند به واو محذوفه. اینجا که دلالت نمیکرد در فعل ماضی قل نبود، ما قل نش کردیم، دمه دادیم تا اینکه دلالت کند به واو محذوفه. اما اینجا در خودش که دمه هست دلالت میکند به واو محذوفه، پس به حال خودش فقط حذف کردیم و به حال خودش گذاشتیمش. دقت دادید؟ پس این هست یقولن، یعنی میگویند ویها زنها. پس 6 صیغه غایبش را گفتیم: یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقولن. این کار را میکنید. پس از این مخاطب را میگیم تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقولن. به مثل همین فقط تقولن، یعنی که اصل تقول نبود و واو حرکت در قاف که دادیم یقولن التقاء ساکنین شد، با لام یقول نشد و واو را حذف کردیم، زیرا اینکه دمه قاف دلالت میکند به واو محذوفه. پس واو را حذف کردیم، شد تقولن. پس صیغه مخاطب: اقولو من میگویم، نقولو ما میگوییم. پس این هست 14 صیغه ماضی معلوم. صاحب کتاب میگوید که مستقبل معلوم یقول، یقولان، یقولون، میگه تا آخر بگو. پس چطور که تا آخر گفتیم یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقولن، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقولن، اقول، نقول. پس در دو جا واو حذف می شده است، در باقی موندهش واو به حال خودش می ایستد، فقط با ساکن. دقت دادید؟ خب یقولو میگه در اصل یقولو بود. چطوره گفتیم؟ یقولو در اصل یقولو بود و مثل ینصرو یقولو بود. میگه دمه بر واو ثقیل بود. وقتی میگه دیدیم که این دمه بر واو حرف علت ثقیل هست، چیکارش کردیم؟ نقل کرده به ما قبل دادند. این دمه را گرفته به ما قبلش حرف قاف که هست، در حرف قاف دادیم، شد یقولو. پس میگه شد یقولو شد، نقل کرده به ما قبل دادن یقولو شد، یعنی گرفته از این در حرف قاف که حرف صحیح است، چطوری که مثال آوردیم در حرف قاف دادیم، پس شد چی؟ یقولو. خب و در یقولن و تقولن چطور گفتیم در دو جا واو حذف می شود، همون را گفته ایستاده است. در یقولن و در تقولن میگد واو به التقاء ساکنین بیافتاد. واو گفتیم به التقاء ساکنین که این را حرکت در قاف دادیم، این واو ساکن لام ساکن به التقاء ساکنین واو افتید و قاف هم که دمه دارد دلالت میکند به واو محذوفه، پس واو از بین رفت. اکنون فعل مضارع هم، فعل مضارع معلوم هم به آخر رسید. پس فعل مضارع معلوم به همین طریق گرفته می شود. میگذاریم در فعل امر. میگد امر حاضر معلوم می شود قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. قل بگو تو یک مرد، چطوره که ما و شما در سوره قل اعوذ برب الناس میگیم قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. پس همین قل معنی چی بوده است؟ بگو تو یک کس، یک مرد. اکنون دقت بتید، قل فعل امر هست. فعل امر را در گذشته ما و شما می گرفتیم، مثلا که نصر ینصرو را از چی می گرفتیم؟ از تن سرو می گرفتیم، نه از تن سرو. فعل مضارع مخاطب تن
تنصرو تنصرو. پس چیکارش میکردیم؟ پس ما باید از تنصرو که میگیریم باید یقولو، باید قاله رو هم از تقولو باید بگیریم. از چی باید بگیریم؟ از تقولو. تقولو. دقت بتید، از تقولو میگیریم. چیکارش میکنیم؟ دقت بتید کارهای میکرده همون رو. اولین کاری که میکنیم حرف مضارعت، حرف تکی است، از بین میبریم. حرف مضارعت رو از بین که بردیم، پس ما نگاه میکنیم که بعد از حرف مضارعت حرف ساکن دار است. ببینید ساکن دارد و قاف ساکن دارد. در زبان عربی با حرف ساکن گپ را شروع کرده نمی شود. پس چی کارش میکنیم؟ احتیاج به همزه داریم. پس همزه را میاریم. دیدید؟ همزه را آوردیم. همزه را چی حرکت میتیم؟ نگاه میکنیم عین باب دمه هست، همزه را دمه میتیم. عین باب دمه هست، همزه را دمه میتیم. و آخرش را ساکن میکنیم. حرف صحیح که است آخرش رو ساکن میکنیم. پس میشود چی؟ انصر، کمک بکن تو یک مرد. و فعل امر قاله چی میشده است؟ اقول. اصلا همین طور میشود. اقول یعنی که بگو تو یک مرد. اما حالا ما گفتیم در اینجا که واو متحرک ما قبل ساکن، واو حرف علت است، حرف ضعیف است، حرکت وزمینی را برداشته نمیتواند. پس ما قبل خودش حرف صحیحی است، واو میگوید که حرف قاف رو که بیا باری وزمینی مرا تو به عهده بگیر. پس واو رو حرکتش رو میگیریم و در قاف میتیم. ببینید در قاف دادیم. وقتی در قاف که دادیم واو چی شد؟ ساکن شد، زیرا که حرکت ما گرفتیم در قاف دادیم. وقتی در قاف که دادیم پس ما دیگر قاف متحرک که شد ما مستغنی یعنی بی نیاز دیگر احتیاج به همزه نداریم. این همزه در صورتی هست که بعدش ساکن باشد. اکنون قاف ما حرکت دادیم، ما میگیم همزه را میگیم خلاص جزاکم الله خیرا و تو برو، دیگه تو برای ما در کار نیستی. پس شد قول، التقای ساکنین شد. دقت دادید؟ التقای ساکنین شد. وقتی که التقای ساکنین که شد پس ما نگاه کردیم که واو پیش از خودش دمه هست، دلالت به واو میکند. همچنین واو رو گفتیم که خوش آمدی، تو هم از پشتی کار چاو. تو نشانه داری که دلالت میکند به بودن تو. دمه دلالت میکند به بودن واو گفته، ما واو رو جوابش رو دادیم. پس شد چی؟ قل. پس شد قل. قل یعنی بگو تو یک مرد. این یک طریقی گرفتنش است که از فعل مضارع مخاطب گرفتیم. دقت دادید؟ از فعل مضارع مخاطب ای اصلش گرفتیم. اما طریق دویم هم داره برای گرفتن. اینش آسانتر است. دویمش را بیا بگیریم. پس ما از یقولو، پس ما میگیم که از تقولو میگیریم. دقت بدید، از تقولو. ببینید از تقولو، از تقولو میگیریم. یک کس بگوید که چرا از تقولو میگیریم؟ میگم به خاطر اینکه ما پیشتر این کار کردیم که واو و حرکت در قاف دادیم شد یقولو. پس یقولو یقولون یقولون، تقولو تقولون یقولن تقولو. از همین مخاطبی فعل مضارع مخاطبی معلوم میگیریم. پس بگیم از تقولو میگیریم. دقت دادید؟ از تقولو چی کارش میکنیم؟ میگیم که یکمش نگاه میکنیم حرفی مضارعت، حرف مضارعت رو از بین میبریم. ببینید حرف مضارعت رو از بین میبریم میشه قولو. آخرش ساکن میکنیم زیرا که فعل امر از ما جزم طلب میکند. ساکن میکنیم. وقتی ساکن که میکنیم التقای ساکنین میشود. التقای ساکنین که شد واو رو از بین میبریم زیرا که دمه دلالت به واو میکند. واو رو از بین میبریم میشود قل. دیدید نتیجه یک چیز شد. اینش آسانتر شد، نه؟ از این ده این آسانتر شد. پس شد قل. بگیم به هر دی طریقتی بیم خلاصه قل می شود. نتیجه یک چیز می شود. انا اکنون دقت دید صاحب کتاب انا همین گپ رو میگوید. میگوید که امر حاضر معلوم قل
قولا قولو. اکنون قل این فعل چی است؟ یک کس است، یا مرد باشد. اکنون دو کس باشد چی؟ این واو دیگر واوی که حذفش کردیم که بر میگردد. مثلا دو کس باشه میگیم قو قولا. چرا برگشت؟ زیرا اینکه لام حرکت که گرفت پس این التقای ساکنین از بین رفت. زیرا که لام حرکت گرفت واو برگشت، واو میاد. پس میگیم قولا قولو قولی قولا. اینها ده همش ده واو برگشت. پس میگیم قلنا. در این جمع التقای ساکنین شد، واو از بین رفت. پس چی میگیم؟ میگیم قلنا، یعنی بگوید شما زنها. قلنا. واو رو ببینید، واو دیگر ندارد، واو حذف شد. چرا؟ زیرا که واو قطعی این لام التقای ساکنین شد، واو رو حذف کردیم شد قلنا. قلنا. اکنون میگوید که امر حاضر معلوم میشود قل قولا قولو قولی قولا قلنا. 6 صیغه است. اصل میگه اصل قل، اصل این قل میگه چی است؟ اصل قل اقول بود. چطور اینجا نوشتیم؟ رنگ عنصر اقول. اصل قل میگه چی است؟ اقول هست. مأخوذ از تقولو. ضمه مأخوذ از تقولو میگه. ای تقولو چطور گفتیم که این رو از تقولو میگیریم. این رو از چی میگیریم؟ از تقولو. پس میگوید مأخوذ از تقولو. ضمه بر واو ثقیل بود، نقل کرده به مقابل دادن. وقتی ضمه بر واو ثقیل کی شد، پس ما ضمه را چیکار کردیم؟ به واو به قاف دادیم، به قبل دادیم. زیرا اینکه ضمه بر واو ثقیل است. همون قاعده ای که گفتیم که حرف علت وزمینی را برداشته نمیتونه. ثقیل بود نقل کرده به مقابل دادن، پیش از خودش حرف قاف دادن. واو به التقای ساکنین بیافتاد. واو به التقای ساکنین که افتاد اقول شد. جدا گفتیم که قل اقول اصلش رنگ عنصر. وقتی که ما ضمه را به قاف دادیم اقول شد، واو رو حذف کردیم به سبب التقای ساکنین اقول شد. دیگر احتیاج به همزه که نداشتیم، همزه را از بین بردیم شد قل. طریقه گرفتنش همین است. شد قل. به حرکت قاف از همزه وصل مستغنی شدن، همزه نیز بیافتاد و قل شد. دیدید؟ اقول شد به حرکت قاف، یعنی که قاف حرکت چه ایوا به حرکت در قاف کی دادیم، پس مستغنی از چی شدیم؟ مستغنی شدند، همزه نیز بیافتاد. همزه وصلی که اینجا داشتیم او را از بین بردیم، پس چه؟ قل شد میگه. چطوری که گفتیم که قل شد. و تو را رسد که گویی، و تو را رسد که گویی یعنی تو میتوانی بگویی که ما از تقولو نیو، از این جایی که کار کردیم از این نیو از تقولو گرفتیم. از تقولو گفتیم چطوری که آسان تر است و نتیجه هر دوش یک چیز می شود. از تقولو گرفتیم. دقت دادید؟ میگه تو را رسد که گویی، یعنی تو میتوانی که بگویی قل از تقولو مأخوذ است. از تقولو چطوری که اینجا نوشتیم؟ از تقولو مأخوذ است. چون تا انداخته شد، از اولش حرف تیره که گرفتیم پرتوفتیم، چون میگه تا انداخته شد ولام به وقفی ساکن شد. واو لام ما ساکن کردیم، این واو خودش ساکن بود. تیره گرفتیم پرتوشید قول. التقای ساکنه چطوری گفتیم؟ التقای ساکنه شد، به وقفی ساکن گشت، واو به التقای ساکنین بیافتاد. لام ساکن کردیم، این ساکن و التقای ساکنین که شد علا غیر حدی که بود، واو رو ما چیکار کردیم؟ پرتوفتیم شد قل. چطور گفتیم که هر نتیجهش یک چیز می باشد. شد میگه قل. از قل به التقای ساکن بیافتاد و قل شد. امر غایب معلوم، امر غایب معلوم لیقل لیقولا لیقولو. دقت دادید؟ لیقل لیقولا لیقولو. به مثل تقریبا چی است که یکمش در واو ندارد، رنگ قل. لیقل رو ما از اصل از چی گرفتیم؟ اینجا را پاک کنیم به خاطر نوشتن کلمات جدید برای امر غایب، امر بالام یا امر غایب.
پس دقت بتید که چی میگوید صاحب کتاب. میگوید که امر غایب معلوم لیقل، لیقولا، لیقولو. لیقل اصل از چی گرفته هستیم؟ یک تاش رو بنویسیم به مثل لیان سر، لیان سر. پس باید بشود که لیق وول. اصل این طور است، هر یک اصلش نوشته. پس اعلال ها را شما خودتون کار کنید تا اینکه در ذهنتون خوب بماند. اصل لیقول به مثل لیانصر. واو حرکت بر واو ثقیل به قاف داده میشد لیقول. التقای ساکنین شد بین واو و لام، واو را حذف کردیم شد لیقول. خلاص همین قدر کار کردیم لیقول. اما اگر دو کس باشه چیکار میکنیم؟ در اصل در لیان سورا، ببینید لیان سورا میگیم. اکنون اصل میشود لیق وو، لیق وولا. دقت دادید؟ لیق وولا. اکنون در اینجا ما واو را حذف میکنیم میشود لیقل. چطور صاحب کتاب خودش نوشته است لیقل. اما در اینجا چیکار میکنیم؟ واو حرکت در قاف میتیم میشود لیقولا. واو ساکن میایستد، واو حذف نمیکنیم. در دو تگه واو حذف نمیکنیم. برای چی؟ برای التقای ساکنین نشد. پس میگیم لیقولا، لیقولو. در ایش هم حذف نمیکنیم. لتقولی. پس امری غایب است. امری غایب که باشد پس میگیم لتقولی، لتقولا، لیقلنا. پس شش دیگهش به این طریق میشود. پس میگیم لیقل، لیقولا، لیقولو، لتقل اصل تقولو بود به مثل این تقولو. حرکت به مقابل داریم التقای ساکنین شد، در اینجا حذفش کرده میشه لتقل. یعنی که باید بگوید وی زن، باید بگوید وی زن. امر غایب برای مؤنث. لتقولا به مثل واو برمیگردد، واو میایستد زیرا اینکه التقای ساکنین نیست. لیقلنا. پس در اینجا همچنین حذف می شود برای التقای ساکنین بین واو و لامی که لامی باب هست. لیقل نمی شود. پس لیقل نه که باید وی ها زن ها بگویند. خب صاحب کتاب میگوید لیقل امر غایب معلوم می شود لیقل، لیقولا، لیقولو تا آخر. تا آخر هم میگه بگوشد. تا آخر چطوری که بیان کردیم؟ لیقل، لیقولا، لیقولو، لتقل، لتقولا، لیقل نه. لیقل، لنقل. لیقل یعنی که باید من بگویم، لنقل باید که ما بگوییم. دقت دادید؟ خب نهی غایب. اکنون 6 صیغه امر غایب را بیان کردیم. اکنون میگذاریم در فعل نهی. فعل نهی مثلا لا یقل. لا یقل اصل به مثل لا، اصل باب رو میاریم لا ینصر، لا ینصر. این لا ناهی است، آخرش جزم میکنه به مثل لم، آخرش جزم کرد. پس اصل این باید بگیم که لا یقول، لا یق وول. رنگ بالا ببینید لا ینصر باید بگیم لا یقول. حرکت قاف در حرکت واو در قاف میتیم لا یقول. حرکت در چی میتیم؟ در حرکت چه میگیریم در حرف قاف میتیم میشه التقای ساکنین، میشه لا یقول. بسبب التقای ساکنین واو حذف شد چی؟ لا یقول. دقت دادید؟ لا یقول. پس این طور میشود لا یقول. اما مثنی شود لام که حرکت که میگیرد التقای ساکنین از بین میرد، واو بر میگردد. پس میگیم لا یقولا، لا یقولو. دقت دادید؟ لا تقل و مثل همین با التقای ساکنین واو افتید. لا تقولا، لا یقلنا. باز بسبب التقای ساکنین واو افتید.
دقت دادید؟ لا تقل مخاطب، اون 6 تا گفتگیمون غایب بود. یک بار دیگر غایب رو میگیم. لا یقل، لا یقول، لا یقول، لا تقل، لا تقول، لا یقل. نه، در 6 تا غایب در 3 جا واو حذف می شود. در یک تا مذکر، در یک مؤنث و در جمع مؤنث. در 3 جا واو حذف شد. اکنون در 3 تا باقی موندهش واو برمیگردد در غایب. در مخاطب میگیم لا تقل، لا تقول، لا تقولوا، لا تقولی، لا قولا، لا تقلنا. پس در مخاطب در 2 جا واو حذف می شود. لا تقل، نگو تو یک مرد، یا که لا تقلنا، نگوید شما زنها. دقت دادید؟ در 2 جا واو حذف می شود. در 4 جای باقی مانده واو میماند. لا اقل واو حذف می شود، لا نقل واو حذف می شود در این 2 تای متکلم همچنین. خب این امری چی بود؟ این فعل نهی بود. تا آخر میگوید چطوری که تا آخر بیانش کردیم. اکنون میگد امر حاضر با نون ثقیله. امر حاضر که گفتیم چی است؟ قل. امر حاضر چی بود؟ قل. امر حاضر دقت بتید چی بود؟ قل. قل در بین واو داشت نه؟ زیرا که در 2 کس باشه قولا واو بر میگردد. وقتی که ما نون توکید در اینجا پیوست میکنیم، نون توکید ثقیله را پیوست کردیم، گفتیم در مفردها لام باید فتحه بتیم. دیدید؟ لام باید فتحه بتیم. وقتی لام فتحه دادیم واوی که حذف شدگی بود بر میگردد. پس میگیم چی؟ لن. دیدید؟ واو برگشت. برای چی؟ به خاطر اینکه لام ساکنه فتحه گرفت. فتحه که گرفت پس واو بر میگرده. پس میگیم قولن، قولان، قولون، قولین، قولان، قلنانی. پس در 6 صیغه امر حاضر، امر بیلوم، 1 جا در واو حذف می شود خلاص. در جمع مؤنث قلنانی، یعنی حتما شما زنها باید بگویید. دقت دادید؟ قل باید قل بگو تو یک زن، قولن بگو تو یک مرد. قل بگو تو یک مرد. وقتی که نون توکید مونده میگیم قولن، یعنی باید تو یک مرد بگویی. چطور گفتیم که نون برای توکید است. قولن، نون توکید ثقیله در 6 صیغه امر می درآید. امر غایب، امر حاضر در 6 صیغه اش می درآید. پس چی میگیم؟ قولن، قولان، قولون، قولین، قولان، قلنانی. در 1 جا واو حذف شد خلاص. خب چی میگوید؟ امر حاضر با نون ثقیله قولن، قولان، قولون تا آخر چطوره گفتیم؟ با نون خفیفه. نون خفیفه در 6 امر غایب، در 6 امر حاضر، امر بیلون گفتیم در 3 تاش می درآید. قولن، قولون، قولین. خلاص. دقت دادید؟ ببینید. این نون توکیدی خفیفه است. این نون توکیدی خفیفه است. پس ببینید چیکارش میکنیم. قو اگر بگم لن، یعنی که حتما باید تو یک مرد بگویی و مثل این فقط نون توکیدی خفیفه قطعی، این ثقیله قطعی. ببینید قولن. اکنون ایرا ما میگیریم دمه میتیم، میشه قولون. در اینجا یک واو بود حذف کرده هستیم، یادتون باشه گفتیم قولون بود، واو داشت. به سبب التقای ساکنه بین نون توکید و واو رو حذف کردیم. برای چی حذف کردیم؟ برای دلیل داشتیم پیش خودش. دمه کی بود واو رو حذف کردیم. پس در اینجا واو حذف شدگی است. قولون یعنی شما مردها همه کسا بگویید. پس ما اگر بگوییم که قولین یعنی که اصل جدا قولین بود، یا در بعد لام یا بود پیش نون، یا با نون التقای ساکنه شد علی غیر حدی که بود، یا را حذف کردیم. برای چی حذف کردیم؟ برای که پیش خودش کسره کی بود دلالت میکرد به یا. از این حساب یا را حذف کردیم. پس شد قولین، یعنی تو یک زن بگو، حتما باید بگویی. تو یک زن حتما باید بگویی. دقت دادید؟
میگه که بانون خفیفه قولن، اینجا در هیچی حذف شدگی نیست. قولون واو حذف شد، بگوید شما مرد، حتما باید شما مردها بگوید. قولین اینجا در همچنین یا حذف شد که اصلش قولین بود. خب امر غایب بانون ثقیله، امر غایب بانون ثقیله، یعنی که امر غایب لیقل، ایرا حرکت چه گفتیم در چی میتیم؟ در ما قبل. در ما قبل که دونید لیقولان، لیقو ام با نون توکید خفیف ثقیله میشد لیقولن. دیدید؟ لیقو و بر میگردد، لیقل بود، لیقل. اما نون توکید که موندیم به مثل این واو بر میگردد، به مثل این. ببینید اصلا واو نداشت در مفردش. نون رو که موندیم لام پیش از نون متحرک شد، واو برگشت، پس لیقل بود. نون توکید ثقیله را که موندیم لیقولن نشد. دقت دادید؟ لیقولن. پس 14 صیغه‌اش به این طریق است، یا 8 صیغه دارد امر غایب. امر غایب 6 صیغه دارد. چی طور است اون؟ مثلا لیقولن 8 صیغه دارد. لیقولن، لیقولان، لیقولن، لتقولن، لتقولان، لتقولنانی جمع مؤنث، لیقولنانی جمع مؤنث. باید ویها زنها بگویند. لیقولن، لنقولن. 8 صیغه امر غایب با لام با نون توکید چی؟ با نون توکید ثقیله. یک بار دیگر لیقولن، لیقولان، لیقولن، لتقولن، لتقولان، لیقولنانی. پس در اینجا چی حذف شد؟ لیقولن، هیچ چیز حذف نشد. لیقولانی، پس در اینجا التقای ساکنین اومد، پس ما حذف نکردیم. الف رو برای مشابهت با مفرد نشود گفته. لیقولون، در اینجا واو حذف کردیم. لیقولون واو حذف کردیم. لتقولن، لتقولن اینجا هیچ را حذف نکردیم. لتقولانی اینجا در الف با التقای ساکنین همچنین حذف نکردیم برای با مفردش مشابهت نشود. و نون رو کسره دادیم، در سوی گذشته را بیان کردگی هستیم، در مثنی نون رو کسره دادیم. لتقولنانی در اینجا واو حذف شد و در بین سه نون بر که اومد، نون جمع مؤنث و نون توکید ثقیله، و در آخرش چیکار کردیم ما؟ در آخرش یک الف فاصله در آوردیم، لیقولنانی شد. و نون رو کسره برای چی دادیم؟ برای مشابهت به نون مثنی شده گفته در درس گذشته با تفصیل بیان کردگی هستیم. پس در اینجا همچنین قولن، قولانی دو کسره، قولانی با التقای ساکنین ما چی را حذف نکردیم؟ الف حذف نکردیم برای مشابهت به مفرد نشدن. قولن واو را حذف کردیم. قولین یا را حذف کردیم. قولانی با التقای ساکنین با همچنین الف را حذف نکردیم برای مشابهت به مفردش نشود گفته. پس قولنانی جمع مؤنث الف فارقه را در بین سه نون در آوردیم. خب این بود امر غایب با نون ثقیله. تا آخر میگه چطوری که گفتیم. در نهی میگویم لا یقولن. ببین لا یقول واو حذف کرده بودیم، وقتی نون توکید که موندیم، نون توکید که موندیم و نون توکید با قبل خودش فتحه طلب میکنه در مفرد، فتحش کردیم. پس این واو را که حذف کرده بودیم، واو میگه که خلاص کنون، این را فتحه که دادید من باز میگردم، پس میشود لا یقولن، لا یقولانی. در اینجا همچنین مثنی همون چیزی که پیشتر بیان کردگی بودیم که با التقای ساکنه همچنین حذف نشید. اگر که ما لا یقولانی گفته این الف رو، الف مثنی رو از بین ببریم، پس باز میشود لا یقولن با مفردش مشابهت میشود. از این حساب
ما الف را از بین نمیبریم به التقاء ساکن، فقط در مثنی را کسره میتیم، میگیم لا یقولانی، فقط نون را کسره میتیم برای مشابهت به مثنا. درس گذشته بیانش کرده بودیم. لا یقولن، لا یقولن، لا یقولان، لا یقولون، واو را حذف میکنیم. لا تقولن، لا تقولانی، به مثل همین میشود، به سبب مشابهت حذف نمیکنیم. به التقاء ساکنین میشود اما حذفش نمیکنیم برای مشابهت به مفرد نشود گفته. لا یقولنانی، لا اقولن، لا نقولن. خب اینها بود امر چی؟ فعل نهی. فعل نهی. بعد از این میگوید یا در فعل نهی همچنین مخاطب هم هست، مخاطب را ذکر نکردیم. لا تقولن، واو بر میگردد با نون توکید ثقیله قطعی. لا تقولن، لا تقولانی، لا تقولن، لا تقولین، لا تقولانی، لا تقولنانی. دقت دادید؟ پس این مخاطبش بود. امر فعل نهی رو مخاطبش لا اقولن، لا نقولن، این چی است؟ متکلم. تا آخر میگوید، تا آخر همین طور گفته می شود. یک بار دیگر فعل نهی رو میگوییم 14 صیغه‌اش رو. لا یقولن، لا یقولان، لا یقولون، واو حذف شد. لا تقولن، لا تقولان، لا تقولنان، واو حذف شد. در آخرش یک الفی فارقه و الفی فاصله آوردیم در بین سه نون. خب بعد از این مخاطب رو میگیم لا تقولن، لا تقولان، لا تقولون، لا تقولین، یا حذف شد. لا تقولانی، لا تقولنانی، واو حذف شد. لا تقولون جمع مذکر همچنین واو حذف شد. لا اقولن، لا نقولن، هیچ چیز حذف نشده است. خب اکنون میگوید و نون خفیفه لا یقول، و نون خفیفه در فعل نهیده لا یقول در 3 صیغه غایب میدارد. لا یقولن، لا یقولون، لا تقولن، همین 3 صیغه ده میداره خلاص. در مخاطب 3 صیغه دیگر ده میدارد. لا تقولن یعنی تو مرد باید نگویی، تو مرد نگو. لا تقولون شما مردها نگوید. لا تقولین تو یک زن نگو. 3 تا ده میدارد خلاص. لا اقولن، لا نقولن در 2 تای متکلمه میدارد. پس در نون خفیفه در فعل نهی، نون توکید خفیفه در فعل نهی در 8 جا میدارد، در 6 تاش نمیدارد، چطوری که بیانش کردیم. خب میگوید که در قولن ولی یقولن ولا یقولن واو پس آمد. در جا گفتیم که وقتی که ما نون توکید را که آوردیم لام ساکندار فتحه کی شد، واو پس گشت. همین را میگوید. در اینجا میگه واو پس گشت، در اینجا میگه همچنین واو پس گشت، طوری که ما واو رو پس گشتوندیم. یعنی یکم در فعل امر یا چی میگوید؟ میگه که در قولن، بله در فعل امر مفرد یعنی بگو تو یک مرد، حتما بگو تو یک مرد، اینجا در واو برگشت. و در لیقولن، در لیقولن در فعل امری غائب لیقولن واو همچنین برگشته بود. و در لا یقولن، ببینید لا یقول بود، نون توکیده که موندیم شد لا یقو، واو برگشت. لا یقولن، این الف مثنا است. لا یقولن، پس واو چکار کرد؟ در 3 جا میگه واو برگشت، واو پس آمد میگه، زیرا التقاء ساکنه نموند. برای چی با واو برگشت؟ برای التقاء ساکنه واو حذف شدگی بود. اینجا هم همچنین التقاء ساکنه رفع شد، واو خودش با گفت که خلاص من به جای خودم میام، واو به جای خودش برگشت. ماضی مجهول. اکنون ما فعل های معلوم را با نهی و با امر بالام و امر بیلام همش خلاص کردیم. اکنون میگذاریم در فعل ماضی. دقت بتید که فعل ماضی را چطور گرفته می شود. مثلا نصره فعل ماضی است. ببینید نصره
اصل قاله چی بود؟ قاوله بود نه؟ قاوله. اکنون ببینید چیکار میکنیم. دقت بتید. نصره را ما در بدان خوندیم که اگر خواهی معلوم فعل ماضی رو مجهول کنیم و قبل و آخر رو کسر و اولش رو چیکار کنیم و هر متحرک پیش از ما قبل و آخرش دمش کنیم میشه نوسیره. اکنون قوله را چیکار میکنیم؟ ولی یگان کارش نمیکنه، همین تا به حال خودش میایستد، فقط ما باید مجهولش کنیم. قوله را و مثل همین ما قبل و آخر رو کسر میکنیم و اولش رو چیکار میکنیم؟ دم میکنیم، میشه قویله اصل. پس در دفتراتون بنویسید 14 صیغه‌اش رو که قویله، قویلا، قویلو، قویلت، قویلتا، قویلنا، قویلتا، قویلتم، قویلتم، قویلتی، قویلتم، قویلتون، قویلتو، قویلنا. برای چی بنویسید؟ به خاطر اینکه بعضی اعلال ها هست میکنیم. دقت بتید. میگوید که پس قویله شد. اما در اینجا چی گفت؟ گفت که ماضی مجهول قیله می شود. قیله. چیکارش کردیم که قیله شد؟ دقت بتید. چیکارش کردیم؟ ما در اینجا حرکت واو رو ما گفتیم که واو حرف علت است. حرکت در حرف علت سنگین است، قین است. پس حرکت واو رو بعد از سلب حرکت قاف، سلب حرکت قاف یعنی که بعد از گرفتنی اول حرکت قاف رو میگیریم، ساکینش میشود، ساکین که شد، پس این واو را حرکت در قاف میتیم. دقت بتید. در قاف میتیم، حرکتی را گرفتیم. شد چی؟ این ساکین شد. شد قیوله. قیوله. زیرا که حرکت واو رو ما در قاف دادیم. شد قیوله. دقت دادید؟ پس واوی ساکن ما قبل کسر را قلب بیا کردیم، بیا میکنیمش. پس چی میشود؟ قیله. دقت داده؟ قویله بود اصل. پس میشود قیله. 14 صیغه‌اش به این طریق است. قیله، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا. قلنا میگیم اکنون. قلنا، قیلنا نمیگیم، قلنا. در ششم یعنی گفته شود ویها زنها یا گفته شود ویها موضوعات. پس ما چی میگیم؟ قیله. قیله، قیلا. معذرت میگم، قل نمیگیم، قلنا. قلت، قلتم و قلتم، قلتی، قلتم و قلتن، قلتو، قلنا. به مثل فعل ماضی میشود. چطور که در قال، قالا، قالو، قالتا، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا میگفتیم. اینجا دم همین طوره. قیل، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا. هر دوش یخیل شد. دقت دادید؟ خب میگوید که قیل، قیلا، قیلو تا آخر. یعنی 14 صیغه شد. چطور که حالا بیان کردم. میگوید قیله در اصل قویله بود. چطور گفتیم حالا؟ قویله بود. کسره بر واو ثقیل بود. چطور گفتیم که واوی که در اینجا بود کسره داشت، ثقیل کی بود؟ بر واو ثقیل بود. به قاف دادن، کسره واو را گفتیم در قاف دادیم. بعد از سلب حرکت قاف اول حرکت قاف را گرفتیم، بعد حرکت واو را در قاف دادیم، بعد حرکت قاف قویله شد. چطور گفتیم ما هم که حرکت قاف قویله شد. واو ساکن قویله شد نه، قیوله شد. اینجا قویله نوشتگی است، قیوله شد. زیرا که ما حرکت واو رو در قاف دادیم، پس می شود واو ساکن قیوله می شود، قویله نه، قیوله شد. اینجا در از ما قویله نوشتگی است. هر کسی این کتاب را دارد درستش کنید که قیوله شد، قیوله. خب واو ساکن ما قبل مکسور، پس واو منقلب شد به یا. واو که گفتیم در اینجا واو بود ساکن بود، پیش خودش کسره، قیوله می گفتیم. پس ما چیکار کردیم؟ ما واو ساکن ما قبل کسر را قلب به یا کردیم. چطور که دیدید؟ قلب به یا کردیم، شد قیله. شد قیله. خب اکنون قیله، قیله، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا. 5 صیغه ده یا می ایستد. اکنون ای ششم صیغه 14 صیغه می شود قلنا. اکنون چی میگه؟ میگه که با یا و واو از قلنا تا آخر به التقاء ساکنین افتاد. قلنا اصل چی بود؟ قویلنا.
اصل قلنا به مثل چی بود؟ به مثل نصره را بگوییم که مثلا گفت یاردم کرده شدن ویها زنها فعل مجهول چطور میگیم؟ میگیم نو سر نه. قوله را بگیم باید بگیم که اصلش قو ویل نه اصل این طور است. اما میگه در اینجا این صاحب کتاب به تفصیل داخل نشد، میگه که و از قلنا تا آخر به التقای ساکنین افتاد. واو میگه از قلنا تا آخر به التقای ساکنین افتاد. واو میگه افتید. خلاص همین قدر گپ گفته صاحب کتاب. اما و میگه و دمه اصل قاف باز آمد. و دمه اصل قاف میگه باز آمد، یعنی گپی واضح نیست، گپی روشن و واضح بیان نکرده است. اکنون بیایید این را واضح و روشن بیان میکنیم که چی گفته، چی مقصد دارد. مقصدش همین است که واو حرکت در واو ثقیل در ما قبل میتیم. دقت دادید چطور که اینجا کردیم، حرکت این رو میگیریم و این رو در قبل میتیم، میشود چی؟ قیو التقای ساکنین که شد واو رو حذف میکنیم، میشود چی؟ میشود قیل نمیشود. اما گفتیم قلنا باید بگیم قلنا نمیشود. چیکار میکنیم؟ پس میگوید که واو قاف که اینجا در واو حذف شده، چطوری که واو بود حذفش کردیم، یگان دلیل علامت برای حذف شدن یا واو که نیست، حرکت این را با دمه قلب میکنیم تا اینکه دلالت کنه اینجا واو حذف شده است. پس میشود قلنا. دقت داده چیکارش کردیم؟ انا همین قدر کار را صاحب کتاب با تفصیل بیان نکرده، گفت که واو از قلنا تا آخر به التقای ساکنین افتاد. اول واو افتاندیم التقای ساکنین شده بود. و دمه اصل قاف باز آمد. اصل قاف دمه میگه باز آمد، دیگر هیچ چیز نگفته است. اما ما دیدید چیکار کردیم. پس اینها را در دفتراتون نوشته بگیرید. اکنون یک از بگوید یا در بعض کتاب‌های همین چاپ‌های سرفی میر میگوید که برای چی دمه کردیم. دمه کردن سببش چی است؟ میگه تا دلالت کند بر این که عین الفعل که افتاده است واو بوده است نه یا، تا اینکه این دمه دلالت کند که عین باب که افتیدگی است همونجا در واو حرف یا نیست، زیرا که ما اجوفی واوی را خواندیم. همون افتیدگی چی است؟ همون افتیدگی واو است، تا اینکه به همین دلالت کند میگوید. خب اکنون این شد معلوم فعلی مجهول فعل ماضی. پس 14 صیغش به این طریق است که قیل قیلو قیلتا خلاص قلنا دیگه تا آخر قلتم و قلتن قلتو قلنا تا آخر همین طور می رود. اکنون در اینجا یک سخن دیگر میاد، میگه صورت معلوم و مجهول و امر یکی شد. دقت بتید در اینجا یک مسئله مهم است. پس در این قلنا سه چیز یک جمع شدگی است. قلنا را یادم میتواند بگوید که ترجمه کند که گفتند ویها زنها در زمان گذشته. یا ترجمه این ترجمه یکم. باز میتوانند بگویند که قلنا یعنی گفته شدند مجهول فعل ماضی. این دوم ترجمه. با سیم داریم میشود بگوید که بگویید شما زنها. این چی است؟ سیمش است. همین یک قلنا همین طریق دیده سید سه چیز است. میگه در صورت در شکل یک است، اما در تقدیر اینها فرق میکنند. یکم گفتیم معلومی فعل ماضی. صاحب کتاب خودش میگوید که صورت معلوم فعل ماضی بنویسید. صورت معلوم فعل ماضی و مجهول یعنی صورت مجهول فعل ماضی دویم گفتگیمون و امر و صورت امری حاضر امری بلام سوم گفتگیمون. هر سه صورتش میگه یک خیل است. یکی شد یعنی یک خیله شد، یکسان شد. هر سه صورتش یک نمود نوشته می شود. قلنا معلوم. اکنون اول قلنا که ما گفتیم گفت ویها زنها اصل چی های؟ قو معذرت میخوام قولنا
قول اصلش قولنه، یعنی که گفتن ویها زنها، به مثل نصرنا قولنه. اصل میگه چی است؟ اصل قولنه است، معلوم میگه قولنه است. و اصل قلنه مجهول دویم گفتگیمون به این طریق است. اصلش قول نه، یعنی گفته شدند ویها زنها که موضوع ها. خب و اصل قلنه سیمش اصلش به این طریق است. اقول نه. دقت دادید؟ هر سه همین روابطی که ما اعلال میکنیم، در بالاش کار میکنیم، خلاصش میشود قلنا. دقت دادید؟ واو ساکن ما قبل فتح رو الف میکنیم میشود قالنا، التقاء ساکنین واو حذف میکنیم میشود قلنا، و قاف دمه میتیم تا اینکه دلالت کنه به واو محذوفه میشود قلنا. خلاصش همین شد. در اینجا چیکار میکنیم؟ قولنا، واو حرکتش در مقابل میتیم میشود قیولنا، و با التقاء ساکنین واو میافتد، با التقاء ساکنین واو چیکار میکند؟ میافتد. واو افتید قیل نمیشود، و قاف با دمه میتیم برای دلالت کنه به واو محذوفه میشود قلنا. باز میشود همین قلنا. دیدید اینش هم به مثل همین شد. او قولنا. اینجا چیکار میکنیم؟ واو حرکتش در قاف میتیم میشود اوق، و به نیاز از همزه میشویم، همزه در احتیاج نداریم دیگه. بعد میشود قولنا، با التقاء ساکنین واو میافتد میشود قلنا. قلنا. دیدید هر سهشن نتیجهش یک چیز میشد. اما پس این را از سیاق جمله میفهمیم که یعنی که گفتن ویها زنها میشود، یا گفته شدن مجهولی فعل ماضی میشود، یا که بگوید شما زنها میشود. کدامش میشود؟ این را از سیاق جمله فهمیده میشود. خب مستقبل مجهول، اکنون فعل ماضی را ما خلاص کردیم، مجهولش را میگذاریم در فعل مضارع مجهول. فعل مضارع چطور مجهول میکنیم؟ دقت بدید. فعل مضارع را به این طریق مجهول کرده می شود. مثلا ینصرو، ینصرو فعل مضارع است، نه از بابی یکم. اصل یقولو یقولو است گفتیم. اصل یقولو چی است؟ یقولو، یقولو. دقت بدید چیکارش میکنیم. در اینجا ما در بدون خوانده بودیم، ما قبل آخر را فتح میکنیم، فتحه، و حرف مضارعت را دمه میکنیم میشود ینصرو، یعنی یاردم کرده میشوند، یاردم کرده میشود و یک مرد. در اینجا چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر حرف واو است، فتحش میتیم، حرف مضارعت را دمه میکنیم میشود یقولو. این اصل هست. دقت دادید؟ این اصل هست. اکنون این را چیکار میکنیم؟ زیرا که صاحب کتاب گفت که مجهول یقالو میشود. چیکارش کردیم که یقولو یقالو شد؟ واو کجا شد؟ الف از کجا آمد؟ دقت بدید. اینجا اولا می نویسیم همین کلمه را یقولو. این همین است که حالا ما مجهولش کردیم. ببینید چیکارش میکنیم. اولین کاری که ما میکنیم واو در حرکت ثقیل هست. را بارها گفتیم در واو حرکت ثقیل است، با ما قبلش که حرف قاف ساکن است، با ما قبلش که حرف قاف ثقیل هست در ما قبل میتیم. پس چی میشود؟ یقولو. دیدید؟ واو حرکت در قاف دادیم، واو ساکن شد یقولو. این یک تا. پس چیکارش میکنیم؟ پس ما یک قاعده دیگر داریم، میگه که واو در محل حرکت است، یعنی اصلش حرکت دارد. در محل حرکت که هست ما قبلش مفتوح، واوی در محل حرکت را قلب الف میکنیم. پس میشود چی؟ یو قالو. پس معلوم شد که این واو، این الف، این همین واو هست. این واو اصل حرکت داشت. دقت دادید؟ ما قاعده داشتیم که واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنیم. یک کس بگوید که واو ساکن است،
میگیم بله واو ساکن است اما در محلی در جایگاه اصل واو حرکت داشت. دقت دادید؟ پس یقالو می شود. یقالو مجهول فعلی ماضی. خب مجهول فعلی ماضی یقالو یقالانی یقالون تا آخر. پس دیگر همین طور تا آخر یقبلو یقبلانی یقالون بنویسید اصلش. پس بگیرید حرکت واو رو در قاف بتید و واوی در محل حرکت ما قبل مفتوح قلب الف کنیم میشه یقالو یقالانی یقالون تقالو تقالانی یقلن. در اینجا الف میافتد به التقای ساکنین برای لام ساکن که میشود الف میافتد پس میگن یقلن. پس میگه تقالو تقالانی تقالون تقالین تقالانی تقلن. در اینجا به التقای ساکنین واو الف میافتد در دو جا در فعل مضارع در دو جا میافتد. اقالو نقالو. پس این است 14 صیغه مجهول فعلی ماضی. خب میگه که در اصل یقولو بود. چطور گفتیم؟ یقولو. ببینید در اصل میگه یقولو بود. یقالو در اصل یقولو بود. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن. ببین واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن. حرف صحیح ساکن چیکارش کردیم؟ حرف صحیح ساکن حرکت واو را حرکت این واو را نقل کرده به قاف دادن. حرکت واو را نقل کرده در قاف دادیم. چطوری که دیدید در قاف دادیم و واو خودش ساکن شد. با واو دادند. واو در اصل متحرک بود. واو در اصل حرکت داشت. واو در اصل متحرک بود و اکنون ما قبل و مفتوح گشت. اکنون واو در اصل متحرک ما قبلش ما حرکت کی دادیم قاف رو فتحه کی دادیم میگه حرکت گشت ما قبل وی مفتوح گشت یعنی فتحه کی گرفت آن واو به الف بدل کردن. این واو رو به الف بدل کردیم شد یقالو. بدل کردن یقالو شد. دیدید؟ به همین طریق ما یقالو کردیم. یقالو شد. همچنین در دیگر الفاظ در دیگر فعل ها در لفظ ها گفتیم که 14 صیغه را بنویسید همین کار را بکنید. فقط در دو جا واو می افتد. در یقلنا الف به التقای ساکنین بیافتد. یکم جا در جمع مؤنث غایبات بیافتد و امر غایب مجهول لیقل در دو جا می افتد. در این حالا یک جاش را گفت در یقلنا الف به التقای ساکنین بیافتد. فقط یک جاش را گفت. در تقلنا هم می افتد. برای تقلنا به التقای ساکنین. پس در دو جا الف می افتد در مضارع مجهول. در مضارع مجهول فعلی مضارع مجهول اجوفی واوی در دو جا می افتد. و اکنون میگه که امر غایب مجهول. امر غایب مجهول چنین است لیقل لیقال لیقالو. لیقل اصل لیقول هست. لیقول واو رو حرکتش رو در قاف دادیم لیقول التقای ساکنین شد. واو رو حذف کردیم شد لیقل. امری چی است؟ امر غایب مجهول. امر بالامی مجهول لیقل. پس در اینجا واو می افتد لیقالا. در اینجا اکنون با الف برمیگردد لیقالا لیقالو. دیدید؟ لیقالا لیقل لیقالا لیقالو لتقل لتقالا لیقلنا. در اینجا می افتد واو افتید یا الف افتید. لتقل لتقالا لتقالو لتقالی لتقالا لتقلنا. لأقل لنقل 14 صیغه‌اش. یا 6 تا غایب رو به این طریق بگوییم لیقل لیقل لیقالا لیقالو لتقل لتقالا لیقلنا. دیدید؟ لیقل لیقالا لیقالو لتقل لتقالا لیقلنا. 6 تا غایب لتقل لتقالا لتقالو لتقالی لتقالا لتقلنا. 6 تا مخاطب لأقل لنقل 2 تا متکلم. خب اکنون میگوید تا آخر نهی غایب مجهول لا یقل. اصلش لا یقول بود. لا یقالو یا که الف بود ما الف رو به التقای ساکنین افتانده بشید لا یقل برای لام ساکن که گرفت
لام ساکن گرفت الف میافتاد میشود لا یقل لا یقالا لا یقالو لا یقالو لا تقل لا تقالا لا تقالو لا معذرت میخوام از اول لا یقل لا یقالا لا یقالو لا تقل لا تقالا لا یقلنا لا تقل لا تقالا لا تقالو لا تقالی لا تقالا لا تقلنا لا اقل لا نقل 14 صيغه مجهول فعلی نهی. اسم فاعل اسم فاعل اکنون بر وزن فاعلون می آید. چطور گفته بودیم اسم فاعل بر وزن چی میاد؟ فاعلون. میگه اسم فاعل قائلون قائلان قائلون تا آخر. دقت بدید. اکنون ما اینها را خلاص کردیم میگذاریم در اسم فاعل. اسم فاعل اصلا از چی گرفته گیای؟ ببینید مثلا از نصره را ینصر اسم فاعلش چی میشود؟ ناصرون ناصرون. پس یقولو را قال را اسم فاعلش میشود اصل قاویلون. دیدید قاویلون اصل میشود قاویلون. خب اما در اینجا میگه قائلون. چرا قائلون همزه شد؟ دقت بدید. ما قاعده داریم. این قاعده را یک تا در دفترها جدا جدا نوشته بگیرید. واو یا کی یا فرق ندارد. واو و یا بعد الف زائده، این الف زائده میگن. بعد الف زائده واو و یا بیاید قلب همزه می شود. این واو قلب همزه می شود. پس می شود قائلون. این همزه اصل واو بود. بعد الف زائده که آمد برام خاطر قلب چی شد؟ قلب همزه شد. با همین سبب قلب همزه شد. قائلون قائلانی. ببینید قائلون اسم چی؟ فاعل گوینده، یک گوینده. قائلون قائلانی قائلون قائلتون قائلتان قائلاتون قوائل جمعی اسم فاعلی قاله تا آخر میگه. قائلون در اصل قاولون بود. چطور گفتیم؟ قائلون در اصل قاولون بود. واو بود قاولون بود. چون واو را در فعل ماضی به الف بدل کردند. این گپش کم ترک مشکل رنگ است، زیرا اینکه بهترش ما بگیم بعد الف زائده واقع شد قلب چیزش کردیم؟ قلب همزه اش کردیم. این قاعده داریم. واقع شده بود بعد از الف زائده منقلب شد به همزه. این قاعده را نوشته بگیرید خوبتر است. اما گپی را اگر که توضیح بدیم، واو در فعل ماضی به الف بدل کردن. واو رو وقتی ما قوله کی بود قالش کردیم. وقتی که اسم فاعلی که کردیم دو تا الف بر اومد. الفی اسم فاعل و الفی که واو رو ما الف کرده بودیم. از این حساب اون واو را که ما الف کردیم همزش کردیم و کسره دادیم شد قائلون و مثل ناصرون بر وزن ناصرون با گفته این کتاب. اما بهتر چطور گفتیم که بگوید که واو یا بعد الف زائده اگر که واقع شود قلب چی می شود؟ قلب همزه می شود. با الف بدل کردن در اسم فاعل نیز چنین کردند. یعنی که الفی که قاله بود کو اصل قوله همون الف رو حمزه کردن. در اسم فاعل میگه همین کارو کردن. و الف رو حرکت کسره دادند قائلون شد. پس کسرهش که داده شد قائلون، زیرا که بر وزن فاعلون می شود. و اسم مفعول مقولون. دقت بدید اسم مفعول میگه چی می شود؟ مقولون. پس قائلون اسم فاعل است. اسم مفعول اصل از نصر ینصر ما میگیریم چی می شود؟ منصورون. منصورون اصل باید بگیم که ای قاله می شود مقولون. ببینید به مثل منصورون مقولون. این یک واو از واوی اسم مفعول هست. این واو عین باب است. دقت دادید؟ اکنون چیکارش کردیم؟ اینجا در واو ما چطور گفتیم؟ بارها تکرار کردیم که واو حرف علت است. حرکت بر حرف علت ثقیل است. ما قبلش ساکن کی است؟ واو را حرکت در ما قبل دادیم شد مقول التقاء ساکنین شد. شد مقولون التقاء ساکنین شد. اکنون صاحب کتاب چی میگه؟ میگه که اسم مفعول مقولون مقولان مقولون تا آخر گفته می شود. مقولتون مقولتانی مقولاتون
یعنی 6 صیغه را بگویید. مقولون در اصل مقبولون. مقولون میگه پس این مقولون میگه در اصل مقبولون بود. میگه مقولون در اصل چی است؟ مقبولون. دمه بر واو ثقیل بود. دمه در واو اینجا چطور گفتیم دمه که داشت بر واو ثقیل کی بود؟ بعد چی دادیم؟ با قاف دادیم. دمه بر واو ثقیل بود، نقل کرده به مقابل دادند. به مقابل که دادن التقای ساکنین بین دو واو شد، یک واو بی افتاد. اکنون یک واو ما چیکار کردیم؟ افتاندیم. ببین اینجا یک واو است، یک واو بی افتاد. نگفتیم کدامی واو، این واو یا این واو. چرا؟ زیرا که اختلاف است، کدامش افتیدگی است. پس میگه یک واو بی افتاد و مقولون شد. مقولون شد، یک واو که گرفتیم شد مقولون. مقولون شد. میگه پیش بعض واو اصلی افتاد. بعضی ها گفتگی هستن که بعضی از کسا، بعضی از عالما گفتگی هستن که واو اصلی افتید. این را واو اصلی میگن. بعضی میگن که واو اصلی افتید، این واو این دویم واو است میگن. این را بعضی ها گفتگی هستن. مقولون شد پیش بعضی واو اصلی افتاد بر وزن مقولون یا بر وزن. پس در اینجا اگر که ما بگیم واو اصلی افتید، پس بگیم ترازوی ما به این طریق میشود مفعولون. ببینید مفعولون. عین کجا شد؟ عین افتید، زیرا که واو ما اصلا افتوندیم، واو اصلی را افتوندیم. پس مفعولون شد بر وزن مقولون، بر وزن مفعولون. این یک مذهب، این قول بعضی از صاحبان، بعضی از عالم های عرب، گراماتیکای عرب. خب و پیش بعضی واو زائده افتاد. بعضی ها میگن که نه، این واو نه افتیده است، این دویم واو افتید. میگه واو دویم را بغلطان میگه، واو زائده را بغلطان میگه، واو اصلی را نغلطان. این قول دویم است بر وزن مفعولون. اکنون این را بغلطانیم اگر، پس این مقولون به این طریق میشود مفعولون. مفعولون. دقت دادید؟ بر وزن چی میشود؟ مفعولون. بر وزن مفعولون شد. زیرا که واوی اسم مفعول ما افتاندیم، غلطاندیم. پس این واو میگه، این واو اصلی که باشد بر وزن مفعولون لام هست. اما این واو رو ما بگیم واو دویم هست، واو یکم افتاندیم، بر وزن مفعولون عین رو افتاندیم. عین از ترازوی ما چیکار کرد؟ غلطید، از ترازوی ما گم شد. پس این هست مثال. پس این هست اجوفی واوی از باب یکم، از باب نصر ینصر، قال یقول. پس با این همین طریق صرف کرده می شود و با این همین طریق گرفته می شود اجوفی واوی. پس ما از اینجا فقط یک تاش رو خواندیم از باب یکم. ان شاء الله درس آینده، درس 12 باز دوام اجوف ها رو میخونیم که از کدام باب ها می آید و با چه طریق می آید و چه طریق گرفته می شود. پس این قاعده ها را و این تغییرات را در ذهنتون خوب جا کنید برای شناختن کلمه و برای گفتن و ساختن کلمه. براتون کمک های زیادی را می آورد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و امیدوار هستم که فهمانده توانسته باشم. هرچند درس هم طولانی شد، اما مقصد فهماندن هست، نه اینکه فقط درس کرده و گفته و رفتن. نه، مقصد فهماندن که است. اگر هرچند درس طولانی هم که بشود، مجبور هستم که تا به آخر براتون گفته باشم و تا به آخر براتون فهمانده باشم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده الله حافظ و مددگاری یک ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.